مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. سلام، چه بوی خوشی آشنایی
با آن مردمی دیده ای روشنایی. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. روزگار خوب و نیک و نکو برایتان نصیب باد. امروز ما در طربخانه لایف گاردن برای تبریک کردن مادری ارزنده و زیبنده خاندان که امروز نظرایتی جشن زادروز دارند از نام فرزندان عزیزشان تبریک میگوییم. الله لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم پدران مادران عزیز مهمانان این خانواده همه شمایان را به امروزه جشن زادروز و روز میلاد عمر مادر عزیزی خاندان که نو از مسافرت برگشتن و در این روزهای خرسندی همراه شمایان دیده و دیده رسیده ایستاده‌ایم و امروز طربخانه لایف گاردن خوش آمدیدتان میگوییم. امروز همه ما برای تبریک کردن جشن زادروزی نظیرایتی حاضر هستیم. اگر بمالال باشیم اگر برای نظیرایتی حتی قرصکی بخواه زنه میارزده هم پیش آمد تکلیف میکنیم. البته با راهبری رستمکه مرحمت رستمکه شمایان تکلیف میکنیم. صاحبی خاندان مرحمت نظیرایتی نزدیکتر میستیم و فرزندان عزیزی خاندان را به نزد مادر تکلیف میکنیم. داستان جان نوروز انیسه بانو و ندیمه بانو را تکلیف میکنیم. یک جای به نزد مادر نزدیکتر میستیم. السلام علیکم نظیرایتی زادروز مبارک. روز تولد را میلاد عمر را صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم. امروز ما شما تبریک میکنیم از نام 4 فرزند نازنین 4 فرزند اصیل و پیش از همه از نام همین برادری عزیزم از نام رستمکیان شما نزدیکتر است. مادری بجان برابری من این حیات این زندگی چه تشویش‌های پستی بلندی ها دارد. همین تشویش‌های زندگی سری ما با نقلتد همه تشویش‌ها در سری پدرم نباشد گفته یلکه به یلکه ایستاده همراهی پدرم کار کرده ایستاده. من مسافرت رفته چی زحمت‌ها میکشند چه روزها رو میبینند خودشان با عیان است. ناز میبینیمشان دوست میداریم یاد میکنیم هر لحظه مهمان میشوند. یک سال با یک مراتب آمدن همین خاندان ما با مهمان میشوند. یک ماه 20 روزه مهمان میشوند و در آن 20 روز ما سر نمیشویم از دیدار مادرم از آن بوی جنتیشان از آن روی زیبایشان سر نمیشویم. خدا کند که ساق رفته سلامت بیایند دم پیری و دولت پیریت یاد برای ما چقدر مهنت میکنن همون مهنت حضور و حلاوتش از پشت ما بینن هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینن. من امروز در روز زادروزی مادرم خواهرم و چیلگریزانش گذرانده ایستادیم. من یک تا تویهای مانم سر کردن ایرش فقط تشویششان توی است. بگذار کسل نسوانو همراهی پدرم فقط توی تنتنه ها با خدمت کنند. ما باشد پیر شدگی وقتشان با همون خدمت های کردهشان با لایق شده دم پیری با تاجی طلایی سر کرده گردیم مادرم. برای مادرم رسانید ناز میبینیم شان دوست میداریم و البته زندگی را دوست دارم از برای مادرم. زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. مادرم در مسافرت میگردند خودشان همون مسافری و گشتگیشان درد و غم است دیگر درد و غم را نبینند خوش و خوشبخت گردند. پدرم که دی دولت پیری را بینند. خدا خواهد اگر حاج بابا و حاجیانه شده گردن و در آن خاندان زیبایمان حجاشی های کلام کنیم. امروز روز خرسندیتان نظرایتی مبارک باشد. و نزدیک آمده نه با فکرم از مسافرت چقدر شده آمده گتان با 20 روز شده است. 20 روز با همه روزی که از فرودگاه از ایرپورت پر آمدید رستمکه گل و گلدسته که پیش از گفتن می نمی راستش میگیم فقط نه امروز انامون روزه همیشه یک جای کرده از توی مرد گذشتگی باشدم زاد روزتون همیشه یک جای کرده رستمکه یک بوکت کلام زکس کردن ماما برای شما. البته مهمانان خرسک زنید خود رستمکه برای نظرایتی میسپارن. مرحمت زاد روزشون مبارک بالاتر خرسک بزنید مبارک باشه. امروز نظرایتی رستمکه میگویند که همخیل حیات همخیل فرزندهای خدا با شکر میکنم که برای من خدا داد. همه یک گپاشن که ما یک جای اویله بستیم صاحبی من 4 فرزند شدیم 2 دختر و 2 شاپسر
همین دنیا گردشی حیات است برگشته بیاید و چرخ فلک کتی باز ما به دنیا بیایم اگر اینکه از هندوستان بای من امریکا به دنیا با بیام اگر من رفته کافته میابم منم یک گپ شده چون گفته سواتی هم اگر برای انمی فرزندان زیبایم برای عائله تینجم برایش دیو که اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم قسم بر کاش و ابرویت قسم بر شعله رویت قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم بگذار دوستدار باشید عاشق باشید همیشه در سری فرزندها سایه‌بان گردید جشن زادروزتان مبارک امروز از نام 4 فرزند نازنین از نام رستم اکیم از نام عموجان‌های عزیزشان از نام استادایتی که حاضر در همین جا هستند از نام گلنازایتی که در مسافرت هستند شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگویم جشن زادروزتان مبارک از برای شما شیرینی تیار کردیم یک جای همراهی رستم اکا از آن شیرینی تناول میکنیم بعد از آن امروز روز خورسندی بزم زیبا را دوام میکنیم مرحمت البته امروز روز خورسندی است از همه پیش یک رستم اکا نیت‌های نغزشون رو گوینه پیش مهمان ها مرحمت خوش آمدید مهمان عزیز امروز زادروز من سلام گپ نیستم تاکم این گپ پوشان که نه بابا همیشه گرم امروز همش از نام شما گفتم برای بگذار علم خیر روزهای خورسندی در این خاندانتان همیشه باشد من دخترک نازنین چیلگریزان دارم عروس نازنین در آن خاندانی بخت خوشبخت باشند همراهی شاهنشاهشان همراهی دامادشان صاحب یک چند فرزندهای صالح و صالحه باشند خدا خواهد اگر نظرایتی سال آینده از مسافرت برگشتگیتان به یک گوهره کلان کدی انمی خاندان دختر و مهمان شدن نصیب کنند آنجان مهربان شدن در سر گوهره ها الله های ناز را خواندن برای شما نصیب کند میگویم فرزندها تبریک میکنند یک تا مرحمت تبریک میکنم بیجون صد بداره بیجون تبریک میکنم صد بداره بیجون مشمون نقصیم رحمت آنجانی عزیزی مهربان مادر عزیزی خاندان مرحمت نزدیکتر میستیم سخنهای تبریکاتی را میشنویم مرحمت اولا بار السلام علیکم همه کتنبه میهمانخواه خدای با حرمت و عزت خوش آمدیتان نوری دیدیم تاجه که سرم میگیم من امروز سبب چی این نشست ما چیلکوریزانی لیوریم ندیم آقای وقتی تختی شود بشه پیر شود داماد کتی همه وقت ریزکوی ناز بگردیم لویم امسال هم چون چیلکوریزانی چقلاق و الله نصیب ریزی گرداند بشه قری کننده لویم وقت دولت یار شود من نداره این دخترم تولد رجا شده است اینم تبریک میکنم لویم حضوری خاندانش بینم حضوری بچه خوش بینم دامادم رستم داماد نیم من بکسر همین دامادم که بشه پیر شده لویم دوران سوری کنن پیری با عزت و با حرمت شوند لویم حاجی بابا شویدان لویم حضوری همین پسر و دختره دیده با کلین آورده لویم نورتوی پیری براتونن لویم همه وقت رسی خستند بگردیتان میام صد بدارو لویم مهنت تا راحت شد لویم همه تک فیمست همین کنتبه تقدیم نمایم البته انگشترین طلا از نام مادر عزیزشان مبارک باشد زادروز مبارک مبارک باشد زادروز مبارک
مطلبانه را تکلیف کنیم. مطلب خاله مرحمت شما را نیز میخواستیم به نزد آینه نزدیکتر استید. یک جای سخنهای تبریکاتیاتان را شنویم. مرحمت. رحمت سلامت باشید. یک آغوش کنید مادر جان. امروز روز خرسندی است. بس زیباست. تشکر میگویم. مبارک باشد. و البته مادران عزیز بانوان مهربان خداها، البته ما نوبت رو به ساعت و صدا دهیم. امروز روز خرسندی است. امروز بس زیباست. باید رقص و بازی خرسندی کنیم. امروز جشن رو با یک درجه اعلی میگذرانیم. مرحمت سراتای شوق برای شمایان و رقص خرسندی میکنیم. سال روز مبارک.
باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. من بیننده های عزیز، امروز مادر عزیزی خاندان را نظیر آیتی رو در جشن زادروزشان تبریک کردیم، همراه شمایان به هم دیدیم. امروز جامعه شهنان از عهده کار خود برآمد یا نه، این حواله است بهر شما. البته با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید و البته در پناه خدا باشید.